امروز قصد داریم در خصوص توکن با شما صحبت کنیم که به تشخیص کارشناسان حوزه بازار مالی امکان داره دارندگان خود را غافلگیر و سورپرایز نماید. توکنی که بعد از 3 سال حضور خود در بازارهای مالی توانسته از دستاوردهای بی‌نظیری مانند ربات‌های معامله‌گر با نام تجاری و پروژه قدرتمندی مانند متاورس را به نام خود ثبت نماید. واقعا خالق این توکن کیست؟ چه قدرت تفکر این توکن را هدایت می‌نماید؟ چرا داشتن $1000 از این توکن در والت باعث آرامش مالی برای دارنده آن در سال 2024 خواهد شد؟ چه عاملی باعث شده است این توکن بالغ بر 14200 نفر هولدر و 21000 مورد تراکنش معاملاتی از خود به ثبت نماید؟ واقعا مالک توکن تریکو کیست؟ آیا مالک توکن تریکو همون خالق بروکری است؟ آیا خالق تریکو جز مالکین چندین صرافی مطرح می باشد؟ ما را دنبال کنید تا به زودی جواب تک تک این موارد را به شما بدهیم و ثابت کنیم چرا داشتن $1000 از این توکن به زودی دارنده خود را سورپرایز خواهد کرد. مثل همیشه پرسود و در جوانی ثروتمند شدن را تجربه کنید.